تو مادر بزرگ و پایداری که اول داری و آخر نداری. امید تردیب خواننده مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 1 ناحیه دیوشتر میباشد و امروز در آزمون ما با شماییم از روی نمایش شعرخوانی و مهارت سخنوری اشتراک نمود. قهرمان گزارش ما میگوید در برابر قرائت شعر همچنین به شعرنویسی شوق دارد. او یک سال اینجانب شعر ایجاد میکند. شعرهای نوشته او را استادش از نظر گذرانیده دوباره تحریر میکند. تا این دم زیاده از 150 شعر نوشته است. نیت دارد تا به شعرهایش را انتشار کند. من از آن میفخرم که چنین پیشوای معظم ملت دارم که نسبت همسالان من و من به اعتبار نیستم. من در اینجا در آزمون ما با شما در نمینکسی قرائت شعر و معرفی اشتراک نمودم. اینک من میخواهم درباره این پیشوای ملت یک شعری ایجاد کرده خود را پیشکش شما نمایم. پیشوای ملتم، سرپناهی خلقی من، پیشوای تاجیکان، هر دقیقه هر زمان، امام علی رحمان، مهربانی کودکان، فخر خلق آریان، سرپناهی تاجیکان. در قصر جوانان شهر خوجند در ولایت آزمون ما با شماییم جنبست کردید. آزمون مذکور برای نفراری امکاناتشون محدود نباشد و آن با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت برگزار گردید. آن دو دوره فرا گرفت. دوره اول در شهر و ناحیه‌ها، دوره دوم در مرکز ولایت شهر خوجند برگزار گردید. آزمون از روی 3 نامیناسیون گزارانیده شد. نامیناسیون شعرخوانی و مهارت سخنوری، نوازندگی و سرایندگی برگزار گردید. مقصد برگزاری آزمون کشف نمودن جوانان صاحب استعداد میباشد. این آزمون نیز با پیوسته با اقدام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بین کودکان و نورسان و جوانان سنی 6-18 ساله امکاناتشان محدود برگزار شده است و باعث خرسندی است که این آزمون در دایره شهر ناحیه‌ها، دوره شهر ناحیه‌ها نیز خیلی در سطح بلند دایر گردید. در آزمون ما با شمای 50 نفر از 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت اشتراک کردند. سن اشتراکشون از 6 ساله تا 18 ساله میباشد. مقصد از تشکیل آزمون این دریافت استعدادهای نو بین شخصان امکانشون محدود و فعالیت آنها در جمع به حساب میرود. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.